سراغ آنزیم شناسی بالینی که حالا منظور همین آنزیم های سرم و پلاسما باشن. خب یه اشاره‌ای بکنیم ابتدا به چی؟ پس چی میخوایم بگیم؟ میخوایم آنزیم شناسی بالینی یا آنزیم شناسی در رابطه با آنزیم های سرم رو چیکار بکنیم؟ توضیح بدیم. ولی یه اشاره‌ای ابتدا بکنیم به ویژگی آنزیم ها. میدونید که تقریبا همه آنزیم ها پروتئین هستند، نه همشون، البته بعضی از آنزیم ها اصلا پروتئین نیستن، مثل ریبوزوم. دیگه آنزیم ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی سوبسترای مختص به خودشون دارن. خب در مقادیر خیلی کم بهشون چیکار میکنه؟ مورد نیاز هست ازشون. دیگه این که کارهای خیلی بزرگی در مقابل مقدار خیلی کمی که دارن انجام میدن و عملا اگر آنزیم وجود نداشته باشه معمولا واکنش‌های بیوشیمیایی به طور کلی انجام نمیگیره. دیگه فعالیت اختصاصی دارن، پس هم سوبستراهاشون اختصاصیه، هم به طور اختصاصی عمل میکنن، فعالیت اختصاصی رو چکار میکنن؟ دارن. دیگه فعالیت مولکولیشون هست. همونطور که میدونید اینها در سطوح مولکولی فعالیت های خیلی بزرگی رو انجام میدن و همینطور واحد فعالیت آنزیمی، که واحد فعالیت آنزیمی همونطور که میدونید واحد بین المللی هست، یعنی میکرومول بر لیتر یا آیو بر لیتر مد نظر هستش که قبلا اینا توضیح داده شده. اما بریم سراغ آنزیم های پلاسما. آنزیم های پلاسما رو به دو دسته چیکار میکنن؟ تقسیم بندیشون میکنن. یه دسته از آنزیم ها هستن که بهشون میگن آنزیم های اسپسیفیک یا فانکشنال انزایم، اونهایی که عمل کردن اختصاص دارن به پلاسما، منظور فاکتورهای انعقادی و کمپلمان و اینها هستش. و دسته دیگه از آنزیم هایی که نان اسپسیفیکن یا نان فانکشنالن و اینها به پلاسما اختصاص ندارن. این دسته دوم آنزیم هایی هستند که آنزیم های داخل سلولی هستند. آنزیم های چی؟ درون سلولی هستند و فعالیتشون داخل سلول هست و به دلایلی این آنزیم ها از سلول خارج میشن، میان به فضای بین سلولی و بعد وارد جریان خون میشن، یه مدت در جریان خون هستن و بعد از جریان خون چیکار میکنن؟ پاکسازی میشن. البته همینطوری که میدونید یه عده از این آنزیم ها هستن به شکل ترشحی هستن، مثلا مثل آمیلاز. این آمیلاز از جمله آنزیم هایی هستش که توسط پانکرئاس از یه طرف و از طرف دیگه از طریق بزاق، نوع بزاقیش که آمیلاز بزاقیه که پتیالین هم بهش گفته میشه. ولی بیشتر آنزیم هایی که غیر اختصاصی و نان فانکشنالن، اینها آنزیم های داخل سلولی هستند که محل اصلیشون داخل سلوله و از لحاظ بالینی این آنزیم ها خیلی حائز اهمیتن و خب بسیار بسیار مهمن. این آنزیم ها از این نظر بسیار اهمیت دارن. خب همونطوری که گفتیم آنزیم ها توسط سلول ها که آنزیم های بخصوص اون دسته ای که از لحاظ بالینی اهمیت دارن، وقتی از جریان خون خارج میشن، از داخل سلول ها خارج میشن، حالا به دو دسته، یا میتونن وارد لنف بشن، وارد پلاسما خون بشن، یا مستقیم وارد پلاسما بشن و مدت در جریان خون بمونن و بعد از جریان خون پاکسازی بشن، مثلا با سیستم رتیکول اندوتلیال. میتونه این اتفاق چیکار کنه؟ درش رو به وجود بیاد. از طرف دیگه یه سری فاکتورهایی هم هستن بر میزان آنزیم های پلاسما، به خصوص اون آنزیم هایی که از لحاظ بالینی، یعنی آنزیم های داخل سلولی، یه سری فاکتورهایی بر میزان این آنزیم ها اثر میذارن. یکی برمیگرده به میزان آزادسازی آنزیم ها از سلول ها.
که ناشی از آسیب به سلول هاست یا در اثر ترنوور افزایش یافته یک است که به هر حال در سلول ها وجود داره، یا به علت اینکه ممکنه که الغای آنزیم برمیگرده به تولید آنزیم، مثلا تولید آنزیم زیاد شده باشه یا آسیب به سلول ها چی شده باشه، زیاد شده باشه. دیگه اینکه عامل دیگه ای که بر میزان آنزیم های پلاسما اثر میذاره میزان انتقال آنزیم های پلاسما هست. عامل دیگه ای که بر میزان آنزیم ها در پلاسما اثر میذاره میزان خروج و پاکسازی پلاسما از آنزیم ها هست و دیگه نیمه عمر آنزیم ها هم مهمه. یه ده از آنزیم ها نیمه عمر کوتاهی دارن، یه ده در جریان خون، یه ده از آنزیم ها نیمه عمر بیشتری رو، مدت زمان بیشتری رو در جریان خون چه کار میکنه وجود دارن. خب یه مسئله دیگه ای که هم هست در رابطه با آنزیم ها، مسئله ایزوآنزیم ها هستن. چی؟ ایزوآنزیم ها هستن. ایزوآنزیم ها همونطوری که میدونید ممکنه که یک آنزیم، ممکن که نه حتما یک آنزیم در بافت‌های مختلف وجود داره. مثلا مثل لاکتات دهیدروژناز. لاکتات دهیدروژناز یک آنزیمیه که هم در کبد هست، هم در کلیه هست، هم در استخوان هست، هم در مغز استخوان هست، دیگه در گلبول‌های قرمز هست، در قلب هست و در بافت‌های مختلف وجود داره، در مغز هست و جاهای مختلف وجود داره. خب ولی با یه فعالیت، ولی در شرایط مختلف، در یک شرایط چی؟ مختلف. پس ایزوآنزیم ها اشکال مختلف آنزیم ها هستن که یک فعالیت رو دارن انجام میدن ولی با شرایط متفاوت. اینها رو اشکال مختلف آنزیم ها رو که دارن فعالیت های یکسانی رو انجام میدن با شرایط متفاوت رو بهشون میگیم چی؟ ایزوآنزیم، برای اون آنزیم و اون آنزیم ها. پس یک آنزیم، یک فعالیت آنزیم ممکن توسط مولکول های متعددی از اون آنزیم انجام بگیره. اشکال مختلفی از آنزیم میتونه چیکار کنه؟ وجود داشته باشه. اون موقع ایزوآنزیم ها همطوری که گفتیم ویژگی های کنتیکی متفاوتی رو بر این اساس میتونن داشته باشن. این ویژگی های کنتیکی یا برمیگرده به اختصاصی بودن سوبسترا برای اون ایزوآنزیم، یا برمیگرده تمایل سوبسترا به آنزیم که میزان با کائم اونو نشون میدن، یا ویژگی فعالیت آنزیم ها برمیگرده به حساسیتشون نسبت به مهار کننده ها، یا برمیگرده به پایداری دمایی، پایداری pH و مواردی از این دست، یا حتی برمیگرده به خود غلظت خود آنزیم. خب بر این اساس حالا میریم سراغ خود آنزیم های مختلفی که در آنزیم هایی که سلولی هن، یعنی درون سلولی هن ولی داخل خون هم دیده نمیشن. این هم بدونید که در شرایط طبیعی داخل بدن ایزوآنزیم ها عرض کنم که آنزیم ها به میزان طبیعی، به مقدار طبیعی، یعنی به یک غلظت طبیعی یا بهتر بگیم یه فعالیت آنزیمی طبیعی رو دارن. خب یه مقدار طبیعی هن در شرایط طبیعی، در شرایط سالم بودن بدن فرد. خب پس یه شکل طبیعی رو، یه مقدار طبیعی رو دارن، فعالیتشون یه مقدار طبیعی داره. خب در حالت طبیعی اگر بیماری به وجود بیاد یا اختلالی به وجود بیاد که سلول ها آسیب ببینن، دیگه همونطوری که خیلی از مولکول های دیگه و ترکیبات دیگه سلول ها وارد جریان خون میشن و میزانشون افزایش پیدا میکنه، آنزیم ها هم چیکار میکنه؟ در جریان خون افزایش پیدا میکنن و به این ترتیب اون موقع اینجا چی میشن؟ حائز اهمیت میشن.
همین مسئله رو ترانس آمیناز هم همین حالت رو داره. همین مسئله رو ترانس آمیناز هم همین مسئله وجود داره. دو ترانس آمیناز مهم، آسپارتات ترانس آمیناز و آلانین ترانس آمیناز، که آسپارتات ترانس آمیناز نسبت به قلب اختصاصی تر عمل میکنه و آلانین ترانس آمیناز نسبت به کبد بیشتر اختصاصی عمل میکنه. از طرف دیگه AST یا آسپارتات ترانس آمیناز تو گلبوله‌های قرمز هم میزان قابل توجهی چیکار میکنه وجود داره. پس از طرف دیگه AST تو کبد هم هست، ALT توی قلب هم هست. اینها در حال در بافت‌های مختلف وجود دارن، در کبد، در همینطور قلب، در کلیه، در گلبوله‌های قرمز و بافت‌های مختلف. پس به این ترتیب اگر میزان خود این آنزیم‌ها به تنهایی خودشون، هر کدوم از این آنزیم‌ها به تنهایی در جریان خون افزایش پیدا کنه، ارزش تشخیصی اونچنانی چیکار میکنه ندارن. چرا؟ چون نمیدونیم بگیم که واقعا این آنزیمی که یعنی AST یا ALT افزایش پیدا کرده مربوط به کدوم یکی از بافت هاست. به خاطر همینه که میان از یک نسبت به نام دریتیس ریشیو نسبت ALT به AST چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. اگر این نسبت کمتر از یک باشه، شرایط طبیعیه. چرا از این نسبت استفاده میکنیم؟ به خاطر بیماری‌های قلبی عروقی. اگر این نسبت پس چی شد؟ پس این نسبت در شرایط طبیعی خب داشتیم میگفتیم که آنزیم AST و ALT نسبت به بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری کبدی اختصاصی عمل نمیکنه و در شرایط طبیعی نسبت ALT به AST کمتر از یکی. به خاطر چی؟ به خاطر نوع گلبول قرمز. چون گلبول قرمز میزان قابل توجه AST داره، پس این نسبت همیشه کمتر از یکه. حالا اگه بیشتر از یک هم بشه اون موقع باز دوباره هنوز نمیدونیم بگیم که آیا بیماری قلبی عروقی اتفاق افتاده یا چی، یا بیماری کبدی اتفاق افتاده. از طرف دیگه باز اینم باید بدونید که AST خودش دو ایزوفرم سیتوزولی و میتوکندریایی داره، هم داخل سیتوپلاسم سلول هاست هم داخل میتوکندری سلول ها.